سلام بچه های عزیز، خوش آمدید به آموزش زبان دری درس سوم. امروز ما یک درس نو و جالب داریم. آیا می دانید که بعضی از حروف زبان دری هیچ نقطه‌ای ندارند و بعضی 1، 2 یا حتی 3 نقطه دارند؟ بیایید با هم این حروف را یاد بگیریم و ببینیم کدام حرف چند نقطه دارد. آماده هستید بچه ها؟ پس با من همراه شوید تا درس را آغاز کنیم. بچه ها، اولین حرف زبان دری کدام حرف بود؟ آفرین هدا جان، اولین حرف زبان دری الف مد بود. و الف مد در بالای خود چی داره؟ یک مد داره، مد. و این حرف کدام حرف است؟ الف. الف هیچ نقطه‌ای ندارد، صاف و بلند است. و الف بدون نقطه است. و همیشه یاد ما باشه که الف بدون نقطه است. این حرف کدام حرف است؟ ب. ب چند نقطه داره؟ یک نقطه. بچه ها، نقطه یک علامت کوچک است که در بالا یا در پایین بعض از حروف می آید. این نقطه کمک می کند که حروف را از هم فرق کنیم. اگر نقطه نباشد بعض از حروف شبیه هم می شود و ما نمی توانیم آنها را به درستی بخوانیم. و حرف ب ما چند نقطه داشت؟ یک نقطه در پایین خود. این حرف کدام حرف است؟ پ. پ چند نقطه داره؟ 3 نقطه. در کجا؟ در پایین. و این حرف کدام حرف است؟ ت. ت چند نقطه داره؟ 2 نقطه. در کجا؟ در بالا. و این حرف کدام حرف است؟ س. چند نقطه داره س؟ 3 نقطه. در کجا؟ در بالا. آفرین هدا جان. این کدام حرف است؟ بله زحل جان؟ آفرین زحل جان، این حرف جیم است. جیم چند نقطه داره؟ 1 نقطه داره. در کجا؟ در پایین. و این حرف کدام حرف است؟ چه. چه 3 نقطه داره. در کجا؟ در پایین خود. پس همیشه یاد ما باشه که چه 3 نقطه داره در پایین. و این حرف کدام حرف است؟ ه. هوا جان، حرف ه نقطه داره؟ نداره. آفرین هوا جان، حرف ه نقطه نداره. همیشه یاد ما باشه که حرف ه نقطه نداره و بدون نقطه است. این حرف کدام حرف است؟ حرف خ. هدا جان، حرف خ چند نقطه داره؟ آفرین هدا جان، حرف خ 1 نقطه داره. در کجا؟ در بالا. و این حرف کدام حرف است نمان جان؟ این حرف آفرین نمان جان، این حرف دال است. دال نقطه داره؟ نداره. دال بدون نقطه است. این کدام حرف است؟ حرف زال. زحل جان، حرف زال نقطه داره؟ نداره. نه داره. حرف زال نقطه داره، 1 دانه در بالای خود. آفرین. این کدام حرف است هدا جان؟ حرف ر. آفرین هدا جان، حرف ر نقطه داره؟ نه خیر، حرف ر نقطه نداره. پس یاد ما باشه که حرف ر نقطه نداره. این کدام حرف است؟ حرف ز. ز نقطه داره؟ نداره؟ داره. حرف ز 1 نقطه داره در بالا. این حرف کدام حرف است؟ ژ. ژ چند نقطه داره؟ 3 نقطه. در کجا؟ در بالا. این کدام حرف است؟ هدا جان، این حرف میفهمی؟ آفرین هدا جان، این حرف سین است. سین چند نقطه داره؟ سین هیچ نقطه نداره و بدون نقطه است. و این حرف کدام حرف است؟ حرف شین. شین چند نقطه داره؟ 3 نقطه. در کجا؟ در بالا. و این حرف کدام حرف است؟ حرف سواد.
حرف صاد هم نقطه نداره و بدون نقطه است، مثل حرف سین. و همیشه یاد ما باشه که حرف صاد سین بدون نقطه است. و این حرف کدام حرف است؟ زواد. زواد چند نقطه داره؟ یک نقطه. در کجا؟ در بالا. این حرف کدام حرف است سیدا جان؟ حرف توی. توی نقطه داره؟ نداره و بدون نقطه است. آفرین هیدا جان، توی نقطه نداره و بدون نقطه است. این کدام حرف است هوا جان؟ حرف زوی. زوی چند نقطه داره؟ آفرین هوا جان، حرف زوی یک نقطه داره. در کجا؟ در بالا. و این حرف چی است؟ حرف عین. عین هیچ نقطه نداره و بدون نقطه است. همیشه یاد ما باشه حرف عین هم نقطه نداره. و این حرف کدام حرف است؟ حرف غین. غین چند نقطه داره؟ غین یک نقطه داره. در کجا؟ در بالا. در بالای خود. و این حرف کدام حرف است؟ این حرف فی است. فی چند نقطه داره؟ فی یک نقطه داره در بالای خود. این حرف کدام حرف است؟ حرف قاف. قاف چند نقطه داره؟ قاف دو نقطه در بالای خود داره. و این حرف کاف است. حرف کاف و حرف گاف هیچ نقطه نداره و بدون نقطه است. حرف کاف هم بدون نقطه است و حرف گاف هم بدون نقطه است. حرف لام همچنان بدون نقطه است. حرف لام، حرف میم، حرف نون، نه. حرف لام، میم بدون نقطه است و حرف نون با نقطه است. در نقطه داره. حرف نون نقطه داره. در کجا؟ در بالای خود. حرف واو همچنان بدون نقطه است. و حرف هید چشمه، همزه همچنان این حرف ها بدون نقطه است و یا هم بدون نقطه است هم با نقطه. بعضی وقتا هم نقطه می داشته باشه، هم بعضی وقتا نمی داشته باشه که پس اون رو در کلمات باز بهتر میشناسیم و آشنا